یه سکانسی که خودم توش نیستم، سکانس هادی حجازی فر با هوتن راجع به خیانت دختری که باهاش هست و صحبت میکنه که میگه برگشت نداره. هادی مثال بچهش رو میزنه که ماشین زده کشته، میگه اینه که برگشت نداره. همین الان دارم میگم محیطانم سیخ شد. اون سکانس خیلی اثر میذاره رو من، بعضی موقع اشک منم در میاره. چجوری با یه نفر دیگه بوده من هیچی نفهمیدم؟ باید چیکار کنم؟ خیلی دوستش دارم. ببخشش. اگه نبخشی بخشیده نمیشی. مگه کاری نکرد؟ هیچی هست نیست که اشتباه نکرده باشه. بعضی چیزا درست شدنی نیست. برگشت نداره. پسرم 7 سالش که بود رفت بستنی بگیره، ماشین زد بهش. اگه دستشو گرفته بودم الان بود. اگه راننده اون ماشین 1 ثانیه زودتر ترمز کرده بود الان بود. این برگشت نداره.